سلام. تا حالا اسم مرد درختی رو شنیدید؟ این یک لقب ترسناک و عجیب برای یک بیماری نادره به اسم اپیدرمو دیسپلاژیای وارت مانند. در این بیماری پوست افراد به صورت غیرعادی و شدید زگیل‌های شبیه به پوست درخت یا شاخه‌های چوبی مانند تولید میکنه. علتش چیه؟ علتش یک نقص ژنتیکیه که باعث میشه که سیستم ایمنی بدن نتونه با HPV مبارزه کنه. این زگیل‌ها به مرور رشد میکنن، سفت و سنگین میشن و حتی حرکت کردن رو برای بیمار سخت میکنن. تصور کن پوستت مثل تنه درخت بشه. یکی از معروفترین بیماران مردی بنگلادشی به نام ابوالباجاندار بود که به خاطر شدت بیماری مجبور شد بیش از 20 عمل جراحی انجام بده تا بتونه دستهاش رو حرکت بده. این بیماری واگیر نداره ولی زندگی بیمار رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و نیاز به مراقبت و جراحی‌های مکرر داره. پزشکان هنوز درمان قطعی براش پیدا نکردن، اما با تحقیقات ژنتیکی شاید در آینده بتونن کمک بزرگی به این بیماران بکنن. زندگی با این بیماری سخته، اما امید همیشه هست.